به خدا قسم بسیار مردم با غیرت هستین، بسیار مردم با شرف هستین، بسیار مردم با عزت هستین. به دلیل چی؟ که دشمنی و دوستیتان مثل مرد است. به شما پشتونای پیام میتم، اگر دشمنی کردی مثل مرد ور مستقیم استاد میشی، با شمشیر و چاقو و تفنگ میزنی. اگر دوستی هم کردی مثل مرد استاد میشی، دوستی تا مردانه وار است. هیچ پشتونه از پشت خنجر نمیزنه. هیچ پشتونه اگر با تو شخصا عقیده و اختلاف سیاسی پیدا بکنه، تعرض به فامیلت، به خواهرت، به مادرت نمیکنه. اینی مردانگی پشتونه. ما به حیث یک تاجک اقرار میکنم که 2 سال در رابطه به شیرازه های از این مردم ما صحبت کردیم، حرف زدیم. باز یک تعداد مردم میایین در صفحات اجتماعی ولد تاجیک هستی چرا طرفداری پشتون نمیکنی؟ من اگه احترام میکنم پشتونایی که در پایین لایف هستین، ما یک صحبت کوتاه میخوایم در رابطه با شما داشته باشم. تقریبا 2 سال و یا 2.5 سال به انواع مختلف ما آمدم در صفحات اجتماعی، در تیک تاک، در رابطه با شما مردم صحبت کردم. اما بعد از ای که 6 ماه از صفحه تیک تاک، از صفحات اجتماعی کاملا دور شدم، دیگه هیچگاه نخواستم زور پیدا بکنم. در فضای حقیقی و در فضای مجازی مردانگی، شجاعت، غیرت، ناموسداری، رفاقت شما مردم به من به حیث یک تاجک شمالیوال پروانی به تمام معنا معلوم شد. به خدا قسم اگر در زندگی اینمی مردم شمالی یک مردم سرشار است که بندواز فلک نیست. اینموت مردم هستیم ما. هزارها اخطار به ما آمده که با آدرس حسیب قوای مرکز چیز نگو. هزارها اخطار به ما آمده که خانه تا میفهمیم در کجا زندگی میکنی، در رابطه با احمد مسعود صحبت نکو. به خدا قسم اگر پروای یکیشانه داشته باشم، اما این صحبت من صادقانه از قلب میکنم. از روزی که برادر ما در تیک تاک، در صفحات اجتماعی حضور پیدا کرد، صحبت کرد، هر ران دیدگاهی را که بیان کرد، با وجود که برادرش یک مدت طولانی به شیرازه ها، به ارزش ها، به چیزایی را که شما دوست دارین، ولو کو زبانت بوده، ولو او که کدام چهره سیاست بوده، آمده بر علیه صحبت کرده، اما در شرایط بد در کنارش استاد شدی. به خدا قسم ترس از هیچ کس ندارم، اما باعث یک تاجک، هر تاجک دیگه که هر فکر میکنه دستش خلاص. به خدا قسم بسیار مردم با غیرت هستین، بسیار مردم با شرف هستین، بسیار مردم با عزت هستین. به دلیل چی؟ که دشمنی و دوستیتان مثل مرد است. به شما پشتونای پیام میتم،